اینجا دیگه کجاست؟ وای چقدر قشنگه. بریم کمی چوب بکنیم اول کار. بهم گفتن اینجا شبای خوبی نداره. فقط باید تا شب نشده همه کارامونو بکنیم. فکر کنم 5-6 تا چوب کافی باشه. حالا باهاشون یک کرافتینگ تیبل درست کنیم که کارمون راحت تر شه. حالا باهاش یه پیککس چوبی بسازیم. بریم چند تا سنگ بزنیم. چند تا سنگ بزنیم زود. این سنگ ها خیلی به ما کمک میکنن. فقط زود باید بریم بالا چوب جمع کنیم. خیلی به چوب نیاز داریم برای ساخت خونه. حالا بریم یه جایی واسه خونه ساختن پیدا کنیم. یک جای خوب تا امشب درمان باشیم. چند تا زغال هم بزنیم خوبه. این زغالا خیلی به درد ما میخورن برای ساختن شمع. فقط اگه تا اینجا ویدیو دیدی و پارتای بعدی هم میخوای ببینی، کانال منو سابسکرایب کن، این ویدیو رو لایک کن و اگه تونستی زیر این ویدیو یه کامنت بذار. حالا باید کمی چوب بزنیم تا بتونیم یه خونه بسازیم برای خودمون امشب. اینجا شباش خیلی ترسناکه. خیلی شبای بدی داره. فقط باید یه خونه بسازیم از دست زامبیا درمان باشیم. اینجا چقدر برف زیاده. بریم یه جای خوبی رو پیدا کنیم تا بتونیم حداقل امشب درمان باشیم. حالا بریم بالا این تپه، شاید بتونیم یه جای خوبی رو پیدا کنیم. فقط باید چوب بزنیم. تا میتونی باید چوب بزنیم. اینجا خوبه برای خونه ساختن. چون فردا رو میخوایم بریم جای دیگه، امشب یه خونه کوچیک میسازیم اینجا. تا آخر ویدیو حتما نگاه کنید چون میخوام چند تا زابیا رو بکشم. به چوب نیاز داریم. فقط باید چوب بزنیم. خیلی چوب میخوایم. حالا اگه تونستم میرم آهنم پیدا میکنم، ولی باید اول خیلی چوب بزنیم. اینجا یه جنگل چقدر ترسناکه. حالا اگه تونستم شب میام، ولی فکر نکنم. این مرغه رو بکشیم. خیلی به جون نیاز داریم. خیلی غذا میخوایم. اینطوری که معلومه اینجا غذا هم نیست. حیوونا خیلی کمن. حالا با آهن نیاز داریم. بیایم تو خونه اینجا رو بکنیم، شاید آهن پیدا کردیم. وای چه شانسی. بکنیم حالا ببینیم چند تا آهنن. خدا کنه زیاد باشن. به خدا واقعیه کاری نکردم.
همینجا رو کندم، آهن پیدا کردم. حالا دیگه با آهن نیاز نداریم چون پیدا کردیم. خیلی هم نمیخوایم، بریم بالا. دیگه داره شب میشه، سقف هم نگرفتم، باید سقف رو بگیرم. خوب میشه مثل اینجا یه پله هم درست کنیم بتونیم بریم بالا. حالا تو پارتای بعدی خونه‌های بزرگتر میسازیم، پله هم براش میسازیم. دیگه شب شد. چند تا شمع بذاریم تا تو خونه حداقل روشن باشه. اینجا رو هم آماده کردم تا شب بتونیم بیرون رو نگاه کنیم. حالا بریم بیرون رو نگاه کنیم این چه خبره. اونا رو میبینین؟ زامبیا هستن. حالا کمی دیگه میریم بیرون، همشون رو میکشیم. دارن میان، نگاه کنید چقدر زیادن. باید همشون رو بکشیم. فقط قبل این که همشون رو بکشیم دکمه لایک رو بزنید. آره اومدن، حالا میتونیم بزنیمشون. کار راحتیه چون تو خونه هستیم. اگه بیرون بودیم تا حالا زنده نبودیم. از اینجا زدنشون خیلی سخت، حالا سعی میکنم بریم بالای خونه چون اونجا خیلی بهتره. کنارش هم بکنم تا بشن دو تا راحت تر بزنیمشون. حالا من کمی حرف نمیزنم تا شما صدای زامبیا رو بشنوید. حالا دیگه میتونیم راحت همشون رو بزنیم. یا خدا چقدر زیادن. من باز ساکت میشم تا شما صداشون رو بشنوید. فقط اگر پارت بعدی رو میخواین تو کامنت ها بنویسید تا من زود آمادهش کنم.
نگاه کنین چقدر چیز دراب کردن. حالا زامبیا دورن نمیشن تا بریم اینا رو. باید کنارشو چوب بزنم تا دیگه امن و امان بشه. مثلا زامبیا نتونن به ما حمله کنن. چون ماینکرافت هاردکوره. یه بار بمیرم دیگه بازی تمومه. اگه از این پارت خوشتون اومد با لایک و سابسکرایب ازم حمایت کنید و تو کامنت ها بگید که پارت بعدی رو هم بسازم.